السلام علیکم دوستان عزیز. بیخوابی یک پرابلم جدی می باشد. در بین این بیمارها بعضی بیمارها در مدت یک چند سال از این کسلی با این کسلی بیمارند، از این کسلی اذیت میکشند. بسیاری بیمارها کدام دارو را خورم گفته میپرسند، یعنی کدام تابلت را قبول کرده خورده من نقض میشوم گفته فکر میکنند. سبب های بیخوابی هر خیل. بعضی ها از حساب سندروم بیسپکای نخنوک خواب کرده نمیتونند، دیگرها از حساب نیوروز، باز دیگرها از حساب دپرسیا. از آن بعضی کس ها حساب ویران بودن رژیم. برای همینم من کدام دارو را خورم گفته از دکتر نپرسید، زیرا سبب هایش هر خیله می باشد. مثال گوییم اگر یک آدمی که 70 ساله می باشد خوابش ویران نقل کنیم، یعنی صحبت کرده انیخ کنیم، اوجه معلوم می شود که رژیم این موسفید خطا بوده است. مثال یا که با دیگر بیماری که مثال گوییم اگر 30 ساله می باشد انیخ کنیم اگر در این انسان پرابلم دپرسیا هست و از حساب دپرسیا بیخوابی پیدا شدگی. در این حالت متخصص باید با روی افتاده یعنی با دپرسیا این انسان کار کند. اگر دپرسیا نشود بیخوابی نیز نقص شدنش ممکن. اگر شما را همین پرابلم بیخوابی بیزاده کند میتونید به پیش من با قبول من بیایید. جای کار شهر استرابشن ولایت سوخت. نامر واتساپ را در زیر این ویدیو نصیب میگذارانم. توصیه ها را آنلاین نیز میتونید گیرید. تشکر زیاد.